بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام خدمت تمام خواهرها و برادران ما از هر قوم افغانستان که هستن. انشالله که همگیتون جور و صحت سلامت باشین. من میاله برخوردم به یک ویدیوی برادر محترم ما آجی صاحب آقای نجفی که قبلا حالا در ملبورن نیستن. دکان فرش نجفی از اونا بود که بسیار زیاد آقای خوب، محترم و قابل قدر بودن و هستن. تنها ما گلیم از آقای نجفی ایست، من از یک خواهر افغانشان خیر از کنه از دیگه قوم هستن و ما از دیگه قوم ازشان گلیم ایست که آجی صاحب بیاین که ما شما کوشش کنیم که جوانای ما را از قوم پرستی و از جنگ و جدل که هیچ ثمری بر ما نداره بجز از ناکامی بکشیم بیرون. نباید ما دامن بزنیم. در یک شهر چوچگک، در یک جای بسیار خورترک که دو تا مرغ جنگ کنه، گپ مادر کلانم پایشون مشکنه، بیارین ده اینجا بکشانیم. اینجا ما شما بسیار زیاد درد سرای دیگی داریم، بسیار مشکلات های دیگی داریم که زندگی ما و شما در اینجا در هر کشوری که هستیم بیرون از افغانستان و مشکلات های بسیار زیاد مواجه هستیم. خصوصا جوانای ما درد سر زیاد دارن. ما کلانا باید کوشش کنیم که این دردشان کم کنیم، نباید که زیاد کنیم. میایم سر افغان بازار یا بامیان بازار. گپ سرازی بود افغان بازار یا بامیان بازار. سکنین بامیان هم یک شهر افغانستان است و افغانستان که خود افغانستان است. حالا اگر بامیان هم باشه هیچ فرقی به مردم افغانستان نمیکنه و اگر افغان بازار هم باشه فرقی نمیکنه. ما امی کسایی که امینجا سالای سال است بزنس دارن میخوایم یک چیز یادآور برشون شم. سالای قبل مثلا 20 سال پیش، 25 سال پیش، 30 سال پیش یکی دو تا دکان بود. یکی دکان میوان بود که از برادر آقا رضا بود که الان بستوی از اون هستن. بسیار آدم نجیب شریف است که مثلا احساس ندارم که از دیگه قوم هستن. یکی هم دکان آجی بود، کبابی آجی بود. من خوب یادم است که پدرم تقریبا 1.5 ساعت درایو میکرد میامد اینجا. یک دکان ترکی هم گوشت اینا مفروختن حلال. پدرم از دکان ترکی گوشت میگرفت چون گوشت دکان افغانا و زمان نداشتن، کلگی یادشان است. اما دیگه هیچ چیز از دکان ترکی نمیگرفت. میگفت ما خاله بگی که بریم زودتر مثلا بریم خانه. میگم نه بچیم تا چند پد جیب ترک میفته چرا در جیب افغان خودمان نفته. من هیچ کلمه یه زیر نشنیده بودم که پدرم بگه او هزار است، ای افغان، یا او پشتون است، ای تاجک است. میگفت که میگفت و حالا میگفت تا درپیم در جیب ترک میفته یا از کولز و سیفی و یا من خرید میکنم. اگر ببینم در دکان افغان ما هست من میرم از دکان افغان ما خرید میکنم. میرم دکان میوان هر چیز که سودا کار داشت اگر 1 روپیه 50 سنت 2 روپیه 10 سنت پایین بالا می بود قیمتش، میگم خیره فرق نمیکنه دکان افغانم است. در جیب از این جیب مبره در او جیب میره. تا حالا امو گپ میزنه. آیا برادرای ازاریم که در دندینان شما دکان دارین در اون زمانا آیا این ازارای پاکستان در اینجا بودن؟ مشتری های شما که بزنس ها رفت بالا بجز زمین افغانا که از هر قوم کم و بیش بودن، چی پشتون، چی تاجک، چی هزاره، چی ازبک، چی ترکمن. آیا از پاکستان هم کسی بود تو زمان آله که تورش آوردن از پاکستان بودن؟ نه نبودن. ما شاهد هستیم. هر افغانی که پشتون، ازبک، تاجک میگفتن 4 روپیه باش در جیب افغان ما شما میریم از دکانای افغان ما خریداری میکنیم. دندینان تا مس استریت که بزنس شد تا اینجا کشاندن افغان هستن. درست است که ما دکان دارم، من خودم هم دکان دارم، من خودم هم مثلا بزنس دارم، اما بزنس یا دکان سر کی هست؟ اگر من مال بیارم در دکان کد کنم اگر خریداری نباشه او بزنس میشه؟ بزنس اگر زنده هست سر کستمر است. درست است که حالا پاکستانیا کویتیا آمدن سرازیر شدن، درست است که شما دارین. ما فکرتانه بگیرین که اگر نصفش پاکستانی کویتی است نصف دیگهش خود که افغان است. فقط امیره میخواستم یادآوری کنم که بین ما مردم افغانستان هیچی تفرقه نبود. دکانای دندینان کلش دکانای ما افغانا بود میگفتیم. حالا در ذهن جوانای ما چرا شما دیکته میکنین؟
چرا پیچکاری میکنین؟ کی مربوط به افغانان نیست، این مربوط به هزاره است. هزاره افغانستان افغانی است. ببینین که مشکلات ها از کجا جور شده. دشمن بزنس یا بالا رفتن افغانا، چی هزاره ماست، چی تاجک ماست، چی پشتون ماست، از هر قومی که باشه. 70% افغان بازار دوکانای مردم هزاره ماست، اما 30% از مردم لوگر ماست که دوکان بامیان مربوط به مردم لوگر ماست، تاجکای لوگر ماست که پشتون هم نیستن، تاجکای لوگر است. پالوش 2 تا 3 تا 4 تا دوکان مور مسیر که نانبایی است، که قصابی است، که دیگه دوکان است، مربوط تاجکای لوگر ماست. اما بر ما کلش افغانی است. من میال خریدم از هر جایی که بخوایم بکنم نمیکنم، میگم میرم در دوکانای افغانای خرید میکنم، چون افغان خودم است. یک احساس خوشی برام میده. از اول تا آخر همطور بر تمام اقوام افغانستان این دوکانا، این بازار از خود ما و شماست. میگیم همیشه کوشش میکنیم که بزنسشان بریم بالا ببریم. همیشه یک چیزی که جای ارزان تر می باشه ما کوشش میکنیم بریم از امو افغان بازار قیمت‌تر بگیریم، چون میفهمیم پیسش به جای نمیره، در جیب خود ماست. اما این مشکل از کجا شروع شده؟ مشکل از اونجا شروع شده که کت هزارای افغان ما، هزارای کویتی اسادت گرفتن، میخواین اینه میره خراب کنن. این دشمنی که تمام مردم افغانستان است، نه تنها که مردم هزاره ما. من خوب یادم است چند سال پیش اگر خانم صدای میشنوه، لطفاً یک کامنت بده بگو که بله میشنوم. من 8 یا 9 سال پیش از دکانم دیگر بود، دکانم که قلف کردم برآمدم، موترم بر سرویس داده بودم، رفتم دستگاه شیشتم که برم موترم بگیرم. یک هزاره افغان ما، خانم هزاره افغان ما پالون شیشت. چند قبادش یک هزاره کویتی آمد که از طرز لباسش فهمیدم که افغانی نیست، کویتی است. آمد دی سمت ما، در طرف راست من میخواست بشینه، راستم بسیار جای کم بود. خب من نخواستم که خانم افغانی من تیله کنم یا بگویم برو. این خانم گفتم برو او طرف خیلی بشین خودت، به انگلیسی برش گفتم خودت برو او طرف بشین. پس برام جواب داد گفت من پولی افغان نمیشینم. سنوسه کردم گفتم ببخشید بسیار زیاد، پس پولی افغان نمیشینی این سمتم نشی، چون مام افغان هستم. نه از یا بدم میه. اصلا بر من فرق نکرد کدام قوم است. من بر خود گرفتم، اعصابم بی نهایت خراب شد. گفتم که خجالت بکش، تو افغان چیزی میگی؟ من خودم هم افغان هستم. تو که پولی افغان نمیشینی پس کت پاسپورت های افغانی نبیا، به نام افغان اینجا نبیا، تو بدکده آمدین اینجا. خب سکنین اینقدر تضاد دارن که هزاره خود ما حالا آمدن از پشت هزاره ما استادشتن. این کجای گپ است؟ ایچی گپ نیست، تنها میخواین که خرابشان کنن. پیش دیگه اقوام افغانستان اینا رو نشان بدن که اینا افغانی نیستن، از پشت ما استادستن، همیشه به شما خیانت میکنن. اما از برادرای تاجکم، برادرای پشتونم، برادرای ازبکم من خواهش میکنم که تمام مردم هزاره ما را به یک چشم نبینن و هیچ وقت ما به دیکته پاکستان او رفتار و او کرداری را که در مقابل بزنس های افغان بازار، دوکانای هزاره ما داشتیم نباید تغییر بدیم. همیشه باید از پشتشان باشیم، همیشه باید سپورتشان کنیم. اینا خواست دشمنا امیس برادر و خواهرای پشتون، تاجک، ازبک، هزاره ما همگی که ما شما را بندازن و خصوصا قوم هزاره ما را اینجا بزنس هایشان شکست بدن، بزنس هایشان چون خودشان اسادت میکنن امرایشان. الحمدلله خدا را شکر بزنس های مردم هزاره ما دوکانشان یک دوکانه غریبانه است. من نمیگم که میلیاردر هستن، من نمیگم بیلیاردر هستن، یک دوکانه غریبانه است که در افغانستان کلگی دوکان داره و دوکانداری است، کدام چیز دیگه نیست. اما دشمن دیده امیرم نداره که به نام افغانستان و افغان ها یک بازاری باشه و از یک قشرشان موفق باشن و دیگه قشرایشان بیان حمایتشان کنن. ما با خریداری ما اونا رو حمایت میکنیم، انشالله که تا آخرم میکنیم. همیشه دشمنا را ما شما بر هر قسمی که بوده شکست دادیم، انشالله که دیگه هم شکست میتیم با همکاری همگی قومای ما، چی هزاره است، چی ازبک، چی تاجک، چی پشتون. با امید خدا، خداحافظ.